سلام علیکم، حالتون چطوره؟ سلام علیکم، حالتون چطوره؟ میخوایم غذای دریایی درست کنیم. کینگ فیش خیلی مایه گوشتیه. میریم رستوران نائب. ناز میکنه ماهی. الان نازش میکنم ولی بعد پارش میکنم. میدونید که من ماهی دوست ندارم. چاقو رو میذاری اینجا لبه گوشش. مغزش میگن خیلی مفیده. خیلی خوشمزه است. نگاه کن چقدر قشنگ بازی میکنه. وقتی به استخوان میچسبه راحت میتونیم گوشت رو جدا کنیم ازش. یه مرینیت خیلی ریزی هم داره دیگه. پشوشو باید درست کنیم. اون طول میکشه. تو میدونی که ما دستم اس نداره تو کار. اینا ادویه جلالی از قشنگکاری. میخواینم همینجوری بریزم دی تا میگی بری. توی جنوب تمام ماهی‌ها رو با آرد و ادویه درست میکنن. از فیلمبرداری 2 ساعته ما الان 16 ساعت داره فیلمبرداری میشه. قشنگ پخته شده ببینی؟ خوبین. من از همین الان بگم همون قدری که میخورم میبرم ها. یا الله. همیشه میتونه یه کسی که دوست نداره ماهی و میگو رو علاقه‌مندش کنه. اون علاقه‌مندت کردم. این ماجرا ادامه دارد.